وقتی یه ژاپنی با روح رالی ترکیب میشه، نتیجهش میشه یه افسانه‌ای که خیابونا رو به آتیش میکشه. ماشینی که از مسیر خاکی اومد ولی تو آسفالت هم کسی جلودارش نبود. میتسوبیشی لنسر اِوولوشن. دهه 90 میلادی بود که میتسوبیشی تصمیم گرفت یه سدان خانوادگی رو به یه قاتل خیابونی تبدیل کنه. اینجوری شد که نسل اول لنسر ایوو در سال 92 میلادی متولد شد. از این نسل فقط 2500 دستگاه ساخته شد و موتور 2 لیتری فوجی 63 توربوشارژ به همراه سیستم AWD حسابی ترس و وحشت رو به جون رقبا انداخت. نسل دوم در سال 93 و نسل سوم در سال 95 میلادی با هندلینگ بهتر و توربوشارژ بزرگتر روانه بازار شدند. ولی هنوز اون ماشین خفن و اسطوره‌ای که همه منتظرش بودن ساخته نشده بود. سال 96 میلادی بود که میتسوبیشی با نسل چهارم ایوو وارد دوران طلایی شد. برای اولین بار بود که نسلی از ایوو از سیستم AYC استفاده میکرد. سیستمی که باعث میشد ماشین خودش نیروی گشت‌آور رو تنظیم کنه و توی پیچ‌ها مثل یه اتومبیل رالی بچرخه. 2 سال گذشت. حالا نوبت به نسل پنجم رسیده بود. در سال 98 میلادی ایوو دیگه فقط یه سدان سریع نبود، بلکه یه هیولای تمام عیار شده بود. برای اولین بار ترمزهای برمبو و تعلیق مسابقه‌ای اضافه شد. هندلینگ و قدرتی که قابل مقایسه با سوپر اسپورت ها بود. سال 99 میلادی لحظه‌ای که لنسر ایوو برای همیشه در تاریخ جاودانه شد. نسل ششم، جایی که میتسوبیشی یه نسخه ویژه مخصوص قهرمان رالی یعنی تامی مکینن تولید کرد. رنگ قرمز مخصوص، رینگ‌های سفید NK و یه ورودی هوای بزرگتر روی سپر جلو از ویژگی‌های این نسل بود. توی مسابقات رالی این ماشین به قدری قوی شده بود که سوبارو ایمپرزا رو به زانو در آورد. نسل هفتم در سال 2001 اولین ایووی بود که از شاسی جدید استفاده می‌کرد. نسل هشتم در سال 2003 اولین ایووی بود که با گیربکس 6 سرعته دستی معرفی شد، اما هنوزم جای یه شاهکار خالی بود. سال 2005 شده بود و نوبت رسیده بود به نسل نهم ایوو، نسلی که خیلیا اونو بهترین لنسر ایوو تاریخ میدونستن. اولین ایووی که از تکنولوژی تایمینگ متغیر سوپاپ استفاده میکرد، اما آخرین ایووی بود که موتور فوجی 63 رو به دوش میکشید. سال 2008 رسیده بود و نسل آخر ایوو هم معرفی شد. میتسوبیشی از یه موتور جدید استفاده کرد و در نهایت در سال 2016 میتسوبیشی رسما اعلام کرد که تولید لنسر اِوولوشن برای همیشه متوقف میشه. سرانجامی غمگین ولی قدرتمند برای افسانه‌ای که هنوزم عاشقان زیادی داره.